بینندگان ارجمند سلام. برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان منظور شماست. امروز چهارشنبه 16 ایون و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعی برنامه امروز. رهبر ولایت سوخت وضع و مشکلات در مرز را با رئیس ولایت بادکند قرقیزستان در چارکوه بررسی کرده است. چین به تاجیکستان برای بازسازی راه دوشنبه بدخشان بیش از 203 میلیون دلار پول داد. دستگشایی پکین برای دوشنبه چی پیامد خواهد داشت؟ چند جزا برای یک جرم؟ برادران چوپان از فرخار میگویند مقامات آنها را برای یک قضیه بار سوم از جزا دادنی‌اند. بو نه 74 تا قرضدار میگم. ما اکجو من اینا نمیدونم عموما ما چیزی بود رد شد کردم با مادام. رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در پی حادثه های اخیر مرزی صبح 16 ایون برای گفت و شنید با عبدالکریم علیمبویف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان به جماعت چارکوه شهر اسفره سفر کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت سوخت مظفر یونسوف به رادیو آزادی خبر داد و افزود در این گفت و شنید همچنین نمایندگان مقامات انتظامی و سرحدبانان نیز شرکت دارند. فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش می‌دهد. رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت در پی حادثه های اخیر مرزی صبح 16 ایون برای گفت و شنید با عبدالکریم علیمبویف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان به جماعت چارکوه شهر اسفره سفر کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت سوخت مظفر یونسوف به رادیو آزادی خبر داد و افزود در این گفت و شنید همچنین نمایندگان مقامات انتظامی و سرحدبانان نیز شرکت دارند. نتیجه گفت و شنید هنوز اعلان نشده است، ولی به قول شرکتداران آن مقصد اساسی دیدار حل مسئله ها برای پیشگیری از مناقشه و تأمین بخطری ساکنان است. حل مشکلی اوبیتالیزی مثلا مسئله همون ساختمان هایی که ساختمان ها در منطقه بحثی همه گونه ساختمان ها در منطقه بحثی بی‌موقع در خاطر دادنشه که ساختمانش نیست. پرابلم های مثلا بازداشت شدن پرابلمی مثلا و گذشتن چهاره‌ای پروی همه مثلا مسئله و ترغیبات و تشویقات بین مردم و برای مثلا وضعیت برای حیث آسایشی مثلا بیشتر نشده. دیدار رئیسان دو ولایت در حال برگزار گشت که 2 روز پیش حول یکی از ساکنان دهه خواجه علا در منطقه بحثی به کام آتش رفت و هم در یک منطقه بحث طلب مرز ساختمان دیوار به قید گرفته شد. همچنین در قلمرو قرقیزستان ساکنان از کمابی دست به اعتراض زدند و تنها پس از تیراندازی مرزبانان قرقیز پراکنده گشتند. 14 ایون خانه ساکن خواجه علا میراج ذکرالدین زاده آتش گرفت، آن هم در حالی که کسی در خانه نبوده است. و روز 15 ایون به رادیو آزادی گفت سه بار خونه کلیشه از خونه نامعلوم کرده تفتش رفت زل تینه من خودم چوکه بودم نه حال تینه حال تفتش رفت. موضع جایگیرشوی حولی میراج ذکرالدین زاده در محل قرار دارد که از دو جانبش محله قرقیزتباران دهه اقتطیر جایگیر شده است. روز 28 29 اپریل امسال بحث ساکنان دو جانب در مرز به مناقشه مسلحانه پیچید. از دو جانب بیش از 50 نفر کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. دهها خانه از دو طرف آسیب دید. مقامات دو کشور همدیگر را در آغاز مناقشه عیبدار کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. مقامات تاجیکستان گفتند برای ساختن یک راه در ولایت بدخشان از چین بیش از 200 میلیون دلار پول میگیرند. روز 16 ایون وکیلان مجلس نمایندگان به این طرح رضایت دادند. چین سالهای اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران اساسی تاجیکستان تبدیل شده است، ولی نگرانی‌ها درباره پول‌های داده پکین هم کم نیست. مولا رجب یوسفی و امرالدین علیموف در این باره گزارش می‌دهند. طرح گرفتن مبلغ از چین برای ساختن قطعه راه دوشنبه قلمه را عظیم ابراهیم در پارلمان معرفی کرد. به گفته وزیر نقلیات با 203 میلیون دلار پول چین قطعه قلعه خمونج سرحد ناحیه روشان ساخته می شود. درازی راه قریب 93 کیلومتر بوده است. او اهمیت راه را به وکیلان چنین شرح داد.
نقلیاتی راه افغانگر آسیا در تن 66 بودن برای تحکیم رابطه‌های نقلیاتی تجارتی اقتصادی جمهوری ترکمنستان با جمهوری مردمی چین، جمهوری قرقیزستان و جمهوری اسلامی افغانستان پیش می‌برند تا در راه آبی نقش مهمی بازی. وزیر گفت اگر خرج بنیادی راه از 203 میلیون دلار زیاد شود، باقی مانده آن را تاجیکستان میپردازد. این چنین تاجیکستان وعده داده است که واردات تجهیزات برای بنیادی راه از قلعه خم تا ناحیه روشان را از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد میکند. راه ماشینگرد دوشنبه خاروخ قلمه برای تاجیکستان شاهراه مهم استراتژی بین المللی به شمار می رود، ولی با وجود این قسمت های زیادی آن ناهموار و خطرناک است. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه. طی سالهای اخیر در تاجیکستان صدها کیلومتر ساخته و یا بازسازی شد، اما یگانه راه ماشینگردی که مرکز را با ولایت سوخت می‌پیوندد در اختیار یک شرکت آفشوری قرار گرفته پولکی شد. چین قرض دهنده اساسی تاجیکستان است. از قرض خارجی بیش از 3 میلیارد دلاری تاجیکستان 1.2 میلیارد به چین راست می‌آید. کارشناسان از پیامدهای ناگوار قرضدهی به برکش چین هشدار می‌دهند که کشور را می‌تواند مطیع سیاست‌های پکین سازد. روز پنجشنبه 18 ایون در ایران انتخابات برگزار می شود و در معرکه پیش از انتخابات ایران مشکلات اقتصادی، تحریم امریکا، تورم و حکومتداری ناموفقانه منصبداران ایران از موضوعهای اساسی است. 5 سال است که برادران نورخان و رحمان قربانعلیف از فرخار با مقامات حفظ حقوق به اصطلاح دست به گریبانند. چند سال قبل دادستانی آنها را برای از خود کردن گوسفندان یک خواجگی گناهکار کرد و جبران را ستاند. حالا میگویند هر وقت دادستان عوض شد پرونده آنها را میگیرند و دوباره به سرشان میآیند. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمتزاده از شهر کولاب. نورخان و رحمان قربانعلیف، دو برادر چوپان، 3 سال است که به دادستانی دعوت میشوند. هر دفعه در دادستانی آنها را به تصرف مالی دولت متهم میکنند. مفتشان گفتند که نورخان 95 و رحمان 34 گوسفند خواجگی را از خود کرده اند. آنها با امر دادگاه جبران این ضرر را پرداخته اند. 1 سال بعد دادستانی فرخار رحمان قربانعلیف را با اتهام از خود کردن اموال غیر 2 ماه به حبس گرفت. بعد این رحمان 168 سر گوسفند را به خواجگی برگردانید و طبق قانون عفو آزاد شد. حالا دادستان فرخار رحمان و نورخان قربانعلیف را بار سوم دعوت کرده گفته است که 372 سر گوسفند در گردنشان باقی مانده است. نورخان و رحمان حکم دادگاه و دادستان و مکتوب خواجگی زادپروری را در دست دارند و میگویند طبق این سندها آنها دیگر از خواجگی قرضدار نیستند. ای بی سوادی ما میبینیم، ما را هم تری میکنم. هر سال ما بودم مال بسپاره مال کم آمد بسپاره. این هم حکم دادگاه ناحیه فرخار در باره 2 برادر است. 2018 ما سپردیم برقرار کردیم همه شد. هر کم پروکرور علیش میکنه یا فریاد میکنه در اداره پروکرور. 3 سال چی پروکرور. ماه دکبر سال 2020 دادستانی ولایت ختلان خواجگی زادپروری حصار را تفتیش کرده بود. ضمن سنجش برادران نورخان و رحمان نیز به دادستانی دعوت شدند. این 2 برادر چوپان میگوید که بعد نشان دادن حجت‌ها دیگر آنها به پرسش دعوت نشده بودند. 149 سر کم آمد شده که 2018 195 شب برقرار کردم. 54 شد خیلی چی داشتم، نکلادن پکنادن داشتم، خیلی دیدن اکبر زبرم خراب دیدن. خیلی پوک داره چوش نما که 95 شب برقرار کردم، 54 شد دیدن. با اینا 74 تا قرضدار میگم. ما کجا من ایران نمیدونم عموما ما چیزی بود رد کردم رو اومدم من شده. حالا 2 برادر چوپان از فشار نسبت به خودشان شکایت دارند. میگویند که از دعوت‌های دادستان خسته شده اند. نورخان میگوید دیگر نمیداند که کی قرض آنها از خواجگی به پایان میرسیده باشد. رادیوی آزادی 8 ایون به دادستان ناحیه فرخار طریق پشته الکترونی مکتوب رسمی ارسال و به متخصص پروکراتور خبر داده شده بود. ولی تا حال از دادستان پاسخی نیست. خواجگی زادپروری حصار سال 1952 تأسیس یافته به پرورش نوعی گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خواجگی زیرتابع دستگاه اجرایی پرزیدنت شد. آخرهای سال 2020
این خوجگی را زیرتابع آژانسی تأمینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گردانده اند. حالا در این خوجگی 7000 سر گوسفند پرورش می‌یابد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، فرخار. در قزاقستان که یکی از فروشندگان مواد سوخت به تاجیکستان است، قیمت بنزین بالا رفته است. مقامات میگویند گناهکاران بالا رفتن نرخ بنزین را جستجو دارند، ولی به گفته کارشناسان عملکرد مقامات میتواند نتیجه برعکس بدهد. گزارش تلویزیونی نسته شهری مرا همکارم شهلای گلخوجه تقدیم میکند. تغییر نرخ مواد سوزشواری در قزاقستان به یک امر معمولی تبدیل یافته است. سال جاری یک باره 13% بالا رفتن قیمت بنزین سرخریداری نوی 92 در ماه مارت به قید گرفته شد. جایش نرخ برای سنجش‌های مقامات ضد انحصاری سبب گشت. بعضی مواردهای آشکار شد که شرکت‌های بزرگ جمهوریوی و همچنین نقطه‌های منطقوی فروش مواد سوخت برای بلند بردن نرخ‌ها مصلحت کردند. خودی ناظران این را افزایش تأخیر یافته نرخ نامیدند. با عبارت دیگر بالوروی نرخ سوزشواری گویا اساسناک است و این همه وقت منتظر فرصت مناسب بود. یگانه قانون شکنی در آن است که بازیگران بازار نرخ را همزمان و با موافقت پیشکی عوض کردند. هیچ خوبی دیده نمی شود. هر سال می گویند که از افزایش قیمت جلوگیری می کنند، ولی نرخ همانا بیست بالا می روند. حالا بیشتر از همه نرخ بنزین بلند می شود. ما کوشش می کنیم که از ماشین های شخصی کمتر استفاده برده اکثرا با اتوبوس و یا پیاده برویم. البته ما صرفه‌کاری می کنیم. رهبری شرکت مشورتی مراد کایرلینوف میگوید واقعا هم افزایش نرخ با سبب‌های ابجکتیوی صورت میگیرد و این به تغییریابی وضع در بازار جهانی مربوط میباشد. ولی این مسئله پهلوی دیگر هم دارد. گران شدن بنزین در قزاقستان به طور ناگزیر به افزایش تورم باعث میگردد. اگر حالا ما نرخ بنزین را با بهانه‌های بحث برانگیز گران کنیم، این با بنزین خاموش کردن آتش را میماند. زیرا به این هم سطح تورم بلند است و اگر باز قیمت بنزین علاوه شود، پیامدی ناگوار خواهد داشت. افزایش نرخ در پس منظر کاهش درآمد ساکنان قزاقستان بمب ساعتی را میماند. در شرایطی که مردم امکان تأمین روزگار را ندارند، خطر سر زدن اعتراضهای اقتصادی بیشتر می شود. با نظر داشت شدت اجتماعی در جامعه قزاقستان، این گونه اعتراضها می توانند به بی‌ترتیبی ها در کوچه ها باعث گردد. در شهر نیویورک به شرف واکسین گرفتن 70% اهالی آتش بازی آراستند. اندریو کوآمو والی ایالت گفت که از روز 15 ایون همه محدودیت‌های مربوط به پاندمی کرونا ویروس برداشته می شود. آتش بازی 20 دقیقه ادامه کرد که برای ساکنان نیویورک حادثه غیر انتظار بود. اندریو کوآمو والی ایالت نیویورک قبل از شروع آتش بازی گفت که همه محدودیت‌ها در این شهر عظیم از جمله فاصله گیری اجتماعی، بی‌ضررگردانی مکان‌های عمومی و محدودیت در شمار آدمان در داخل بیناها، فروشگاه‌ها بیکار کرده می‌شوند. این کار تنها پس از آن برای ساکنان شهر نیویورک دست داد که 70% اهالی کلانسال این شهر حداقل یک دفعه واکسینه گرفتند. در همین حال رعایت چاره‌های بهداشتی در نقلیات جمعیتی و شفاخانه‌ها همانا حتمی است. فروشگاه و طربخانه‌ها حق دارند که از مشتریان پوشیدن نقاب را طلب کنند. بیننده ارجمند، این گزارش آخر برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. تا ملاقات در نشرهای بعدی، خداحافظ شما. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,
Radio Liberty, Praha.